Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. فلسطین و هندوستان در دو بازی اول از حریفان خود مغلوب شدند. آشنا میکنیم از جمله پنجگانه اولی دسته فلسطین برای ما شما پیشنهاد میشود. دسته مذکور اسامه شبلی است. خب دسته هندوستان پنجگانه اولش رقم 1 و ما باشیم حالا اکنون توجه میکنیم به آغاز رقابت دسته های قسمت نهایی چمپیونات آسیا از دست داد و هندوستان هم همچنین. حالا ادامه حمله است. سوی بازیگران فلسطین و چگونه ضربه زیبا و معلوم شود که تکنیکش بسیار خوب است. دو نفر رو فریب میدهد ضربه تواند که سطحی چنین بازی‌های بین‌المللی رو خوبتر کسب کند و حساب 2-0. بازیگران دسته فلسطین و ببینید ضربه چگونه اجرا شد. میلو بازی دارد که او در زمین اساسی نیست و حساب 2-1 از اوت. بردگر میبینیم پس بسیار خوب اجرا شد، بسیار عالی است. امکانیت برای او و ضربه زده می شود. بازیگران فلسطین حالا حمله خود را انجام میدهند و بهترین گل. فرصت بسیار خوب موقعیت هست و امکانیت برای دسته هندوستان و حساب 2-2 و بهترین شانس گلزنی حالا از سوی بازیگران هندوستان خیلی خوب استفاده شد. حمله های خود را انجام میدهند. حالا ضربه بسیار سخت، بسیار وضعیت خطرناک و اینجا گل حسابیده می شود. بیننده عزیز و این هم رقص دویی است. توجه میکنیم ضربه بسیار سخت داده شد. ضربه اول هم در بسیار حالت موفق گردید ولی در لحظه آخر موفق نشد. خوب مشاهده نکرد. بسیار خطاگی جدی است سوی دوارون و وضعیت بسیار خطرناک. حساب 4-2 سخت بودند ولی یک بار 4 تا به دروازه خود سخت. فرصت هست برای دسته فلسطین و گل. دسته فلسطین از همین موقع زده شد. ضربه زده می شود و گل. حساب 4-4. بیننده عزیز بسیار توانست یک گل فلسطین حراره. فرصت بسیار خوب ضربه او ادامه حمله دسته هندوستان. وضعیت بسیار خطرناک و گل. بازیگران دسته هندوستان پیش صف می شود. ببینید چگونه بازیگزاری می‌کنند. ادامه حمله و بسیار بازیگزاری عالی ضربه و گل. ببینید چگونه توپ را برای آنها بازیگزاری بسیار و همینطور وقت به انجام میرسد. فلسطین در بازی آخرین مقابل دسته هندوستان با حساب 6-5 پیروزی به دست می آورد. خدا رویت و دسته منتخب ما را دستگیری کنه در بازی امروزه.